به نام معمار هستی. سلام به همه شما خانم ها آقایان. من امیرعباس زرین‌کمر هستم، مدیر فرهنگی و راهبری رویداد 12ام نمایشگاهی ساختمانی IVBI. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در سومین روز قرار هستش که در این روز بپردازیم به معماری کل ایران در قالب یک گزارش. عنوان این روز هست گزارش وضعیت. یه اتفاقی هستش که در واقع این مدت هاست با من همراهه. ما این رو در فضای دیگری هم تجربه کردیم. اونجا 9 شهر ایران در واقع راجع به شهر خودشون صحبت کردن و ایده به این شکل هست که ما یه گزارشی میبینیم از معماری یک شهر که حالا اون شهر میتونه شیراز باشه، میتونه بوشهر باشه، میتونه شمال گیلان باشه یا در واقع مازندران، شیراز، چه بدونم اصفهان. پس ما یه گزارشی هم اول از این معماری میبینیم و بعد معماری که در واقع این گزارش رو به ما میده به ما میگه که دفتر معماری خودش داره چگونه عمل میکنه با توجه به وضعیت معماری موجود. اگه دوستانم یکم بیان جلوتر هم فکر کنم بهتره. و الان دیگه رکوردیم دیگه، نه بچه‌ها؟ خب بعد از اون هم ما یه پنل داریم که در اون پنل در واقع دوستان خوب من ارائه دهندگان راجع به راه حل این که چگونه میتواند معمار تأثیر بذاره در شهر خودش با توجه به مدیوم و اتفاقاتش به اون راه حله برسیم. یعنی خروجی این برنامه نهایتاً به اون راه حله منتج خواهد شد. فیلم کامل این سخنرانی ها و فیلم های قبل ترش، یعنی شهرهای دیگه هم که ارائه شده، میتونید از پلتفرم تیسفون در یوتیوب تماشا بکنید به آدرس تیسفون پلتفرم. تیسفون هم TISPHOUN پلتفرم هم که دیگه پلتفرمه. بریم ارائه نخست و اجازه میخوام که با افتخار دعوت بکنم از جناب آقای رضا عالم رجبی که در میان تشویق شما ایشون تشریف بیارن و گزارشی به ما بدن از شهر یزد. تشویق بفرمایید ایشون رو. مرسی. مروان سپاسگزارم. خب اولا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز که در کنار این نمایشگاه خوب حالا تشریف آوردین و زمان گذاشتین برای این بحث به نظرم خیلی خوبی که میتونه شکل بگیره. اولی که آقای زرین‌کمر من گفتن که میخوایم در مورد شرایط این 8 شهر صحبت کنیم، خیلی فکر کردم به اینکه چجوری میتونیم عمق این ماجرایی که داره برای گروه‌های معماری اتفاق میفته و تلاش و دست و پایی که میزنن برای اینکه بتونن تأثیری رو بذارن یه خورده بتونیم روشن‌تر کنیم. این تصویر خیلی گویایی هست احتمالاً از هر کدوم از شما که یزد تشریف آوردین یا از رسانه‌های مختلف اون رو به خوردتون دادن. یه بافت منسجم اوکر با هارمونی خیلی خوب در خط آسمان با فضاهایی که به هم وصل هست و هر کسی که برای بار اول میاد یزد شاید انتظار داره یه حداقلی از این چیز رو توی همه شهر ببینه، ولی واقعیت اینه که این یه قسمت خیلی 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 میتونم بگم اقلیتی از شهر هست. مقیاسش بزرگه ولی هسته مرکزی قدیم یزد هست و
هسته جدید یزد یه فاصله خیلی زیادی از اون داره، تقریبا قطر اون قرار گرفته. کار نمیکنه. شما دیدین؟ خب یه تصویر دیگه ای که رسانه به خورد ما میده اینه که یزد حسینی ایرانه. خب و این اتفاقا تو بعد فرهنگی هست که یزدی ها تونستن ریبرندینگ کنن و از قسمت فرهنگی کار خودشون بتونن کسب درآمد کنن. ولی ما چرا تو معماری نتونستیم؟ یعنی این سوالیه که به نظر من هر معمار یا هر فعال حوزه شهر باید از خودش بپرسه. نه، یزد به نسبت خیلی از شهرهای ایران اصلا شهر مذهبی نیست. یعنی میتونم بگم الان حداقل این خیلی خیلی اشتباهه، ولی یزد یکی از محافظه‌کارترین شهرهای ایرانه. یعنی شهرهای کویری ما شهرهای محافظه‌کاری هستن. درست. خب ما در قدیم فضاهای شهری خیلی خوبی داشتیم. من میخوام نگاهمون رو از تکبنای معماری یه مقدار دور کنم و بعد برگردم به تکبنا. ما فضاهای شهری خوبی داشتیم، یعنی بازارها، تکیه ها، حسینیه ها، مساجد جامع، فضاهای شهری بودن که آدم ها به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی حول اونا جمع می شدن. اما تقریبا این دوره رو میتونیم بگیم تموم شده. یعنی ما الان در بهترین حالت یه سری مجموعه های پاساژ ها و مراکز تجاری رو داریم که یه حدی از تفریح هم داخل خودشون دارن و اینها اینقدر خوب جواب ندادن که پروژه‌ای که میبینین 22 ساله داره ساخته میشه. یعنی این پروژه در هر کشور دیگه ای بود تا حالا 7-8 بار سرمایه گذارش برشکست شده بود، ولی به واسطه تورمی که توی کشور ما هست از این دست به اون دست میشه و توجیه پذیره. این یه نمونه خیلی خوب از ناکارآمدی این مدیریت سیستمی هست که توی سرمایه گذاری داره کار میکنه. من مشکل دارم با این. اوکی. قسمت هایی از شهر که پتانسیل فضای شهری رو داشتن اونا هم حتی کار نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یزد بیشترین سرانه اتومبیل به خانوار رو داره. یعنی 73-4% از مردم خانوارها ماشین دارن. آماری که برای اینکه بدونین شهر بعدی که کرمونه 68% و بقیه میان تا ما 39% هم داریم و میانگینی که کل کشور است فکر میکنم رو 54 اینا باشه. و خب میبینید فضای شهری که یه زمانی کار میکرد الان تبدیل شده به فضای سواره. پس ما یه جاهایی توی مدیریت شهریمون داریم اشتباه میکنیم، یه جاهایی توی نگاهمون به سرمایه گذاری در صنعت ساختمان داریم اشتباه نگاه میکنیم و یه ملغمه ای از آزمون و خطاهای بی پایان. جایی که میبینین میتونم بگم که گرونترین منطقه یزده، یعنی یه خیابون پایینتر گرونترینشه و خب شما میبینین که یه عالمه زمین هست، یه عالمه خونه مثلا 20 ساله هست، بعد یکی اومده 3 طبقه ساخته، هیچ ضوابطی رو نداره، هیچ کنترلی نداره مدیریت شهری روش. و جدای از اون خب اون ساختمانایی که میبینین میتونم بگم جزء بلندترین ساختمان‌های یزد هستن به خاطر اینکه محدودیت داره. میبینین که هیچ نشانی از اون درک مدیوم های معمارانه و اون دیسیپلین هایی که باید رعایت بشه توشون به چشم نمیخوره. دردی که تو همه شهرهای ما وجود داره و
بیشتر از این که ما بیایم صورت مسئله رو بررسی کنیم، به معماری بپردازیم، ارزش افزوده ایجاد کنیم، با متریال فروشی و حالا شکل و شمایلی که می‌بینید مجسمه جولیوس سزاره، اونم که پایین ستون‌ها سرستون‌های مقرنه هستن، بالا مراکشیه، اون بالا دوباره یه چیز دیگه هست، یه شترگاه فلنگ که توی شهرها می‌بینید. اما جایی هم هست که یه خورده بهتر شکل گرفته، خیلی اتفاقی، ولی بازم حتی اینجا هم که نگاه می‌کنید می‌بینید که یه سری از اینا ریزدونن، یه سری آپارتمانن، داره بافت اینجا عوض میشه. بعد این خیابونا تموم فضای سبز بودن و الان کم کم از فضای سبزش داره کاسته میشه. ما تو تمام جنبه ها داریم افول میکنیم توی معماری و فضای شهرمون. یه زمانی یه زمانی تو دهه 50 60 یه تلاش هایی شکل گرفت از آدم هایی که دغدغه‌مند بودن و و خانواده هایی که قشر مرفه جامعه بودن که بیان بناهای خوب خلق کنن. خونه خودشونو میدادن یه آرشیتکت خیلی خوب. این از اینجا به بعد میخوام یه خورده بیارم تو معماری مسکونی، یعنی فضاهای اداری و بگم بهتون عمومیمون به واسطه افولی که توی سفارش دهنده یعنی حکومت وجود داره، خب مشخصا همه جا نازل شده، ولی خانواده هایی بودن که می اومدن ارزش قائل می شدن به این بحث هنر. و خب می بینیم مثلا این برای دهه 50 هست، برای یه خانواده معروف یزدی، یا بناهایی که می بینید این دهه 50 هست، این دهه 70 هست، این در 50 شد دیگه بردن. ولی خب معماری که توشون هست معماری بوده که نه تنها فاخر بوده بلکه باعث می شده بافت اطرافشون هم رشد کنه و ارزش افزوده‌ای که به محدوده خودشون میداده قابل توجه بوده. امروز که میایم این تلاش ها با یه گپی باز تو دوره گذار توسط یه سری از گروه هایی که من حالا 3 نمونه رو آوردم که احتمالاً به چشمتون آشناتر هست، تلاش هایی میشه برای اینکه چجوری از اون زمینه میشه چیزهایی رو گرفت، چجوری میشه نقد وارد کرد و چجوری میشه برای لایف استایل امروزی برنامه داشت، پروگرام مهیا کرد. چجوری میتونیم ما چیزهایی که فراموش کردیم از هنرها، از بازسازی و بازآفرینی بحث اقتصاد استفاده کنیم، کاری که دوستان خوبمون تو گروه دالان با خانه سرو انجام دادن. چجوری میتونیم توی بافت بسیار 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 نازل از لازم معماری تکانه‌ای رو وارد کنیم، کاری که گروه چارنگ انجام دادن با خانه شماره 7شون. و چجوری میتونیم ما جایی که بیشترین میزان استفاده از سنگ رو ما شاهد هستیم بدون هیچ گونه ضابطه‌ای، وقتی یه بنای اقتصادی با شرایط خاص خودش به شدت اقتصادی پیش میاد، چجوری میتونیم از هنرهای دستیمون استفاده کنیم و یه آپسایکلینگ خیلی ترتمیز رو داشته باشیم و دورریز مثل مواد دورریز رو بیاریم در قامت حجم بیرونی ساختمان شکل بدیم. کاری که ما در استودیو 13 درجه با همکارانمون انجام دادیم. من 2 تا نمونه رو برای اینکه یه خورده بیشتر بهش بپردازم انتخاب کردم. یکی این ساختمونی هست که خب حالا یه خورده مورد توجه قرار گرفت، ساختمون ارغوان، و کار هنر دوست بسیار خوبمون آقای مجتبی حیدرپناه، کارتونیست خوب که به نظرم جان مایه‌ای اصلا کار رو به بهترین شکل نشون میده. ما یه اسکلتی رو تحویل گرفتیم 10 ساله پر از ایراد
به شکلی که باید در سبکترین حالت و اقتصادی ترین حالت ممکن اونو مهیا می‌کردیم برای کارفرما و کل این پروژه با 2 میلیارد بسته شده. برای اینکه حالا عدد دستتون باشه 200 متر مربع برای 1 سال و نیم پیش با 2 میلیارد. و خب ما به ذهنمون اومد با توجه به تجاربی که داشتیم، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهایی که داشتیم، بحث‌های اقلیم، بحث‌های عملکرد، ارتباطش با شهر، بیایم و بر قامت این ساختمان یه پوسته حصیری ببافیم از ترکه‌های درخت، به شکلی که می‌بینین تارهای ما با فرنکشی و میلگردها هستن و پودها با ترکه درختی که رفتاری شبیه به میتونم بگم مثلا چوب ترمو رو از خودشون بروز میدن و هزینه تمام شده بسیار بسیار پایین، وزن بسیار پایین و ترانسپرنتی قابل قبولی که ما دنبالش بودیم. این کار با تمام حذفیاتی که به دلیل بحث اقتصادی داشت تونست که پروژه رو به انتها برسونه با بودجه مقرر شده براش و کیفیت‌های متفاوتی هم را به نسبت معماریک است. اینجا بحث ما بحث حل کردن یه موضوعی هست که اگه انجام نشه ساختمونی ساخته نمیشه. ما نمیتونیم 2 تا ساختمون رو با هم مقایسه کنیم در هیچ زمینه‌ای. کما اینکه در پروژه‌ای که چندین سال قبل ما انجام دادیم یه خونه‌ای بود توی بافت معاصره‌ای است و لکه گذاری 40-60 مرسوم رو داشت و اینا میخواستن که این خونه رو بکوبن به دلیل مشکلاتی که داشت و جای همون یه خونه‌ای داشته باشن که نیازهای امروزشون رو پاسخ بده. مهمترین چیز توی عرصه افزوده‌ای که ما میدیم علاوه بر بحث اقتصادی پاسخگویی به نیازهای روز و آینده مخاطبمون هست. ما تو این کار برای سال 94 هست یه از الگوی گودالباغچه الهام گرفتیم و یه لکه خالی رو وسط ساختمون گذاشتیم و اینا ارتباط دادیم با فضای 40% که مرسوم خالی میکنن و با همین حرکتی که اتفاق افتاد، البته نه به این سادگی، زیرزمین ما تبدیل شد به یه فضای مسکونی و با توجه به آنالیزهای انرژی که ما توی مراحل کار داشتیم میبینیم که مثلا ما یه درخت موز داریم که اینجا هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و هر سال مثلا محصول میده. برای اقلیم خشکی مثل یزد این یه مسئله خیلی جدی هست و تا 3 طبقه اومده بالا. این 1 سال بعد از ساخته و الان سر به فلک کشیده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد توی این کار این که خانواده‌ای که باشون کار میکردیم میخواستن در عین اینکه خونه‌ای بسیار روشنی دارن به شدت براشون مهم بود که دیده نشن و فضاهای داخلی که این خونه میده به شدت جلوگیری میکنه از دیده شدن از بیرون. من به واسطه زمانی که دوستان دیگه هم میخوان پروژه خوبشون رو ارائه کنن و در مورد شهرهای دیگه هم صحبت بشه، یه گذرا فقط خواستم بگم که پروژه ها وقتی میان در قامت نیازها و خواسته های متفاوت قرار میگیرن چقدر میتونه فرم، رفتار و عملکردهای متفاوتی رو بده بهمون. کما اینکه مثلا ما توی یه پروژه کوهستانی داریم کار میکنیم، خب این پروژه باید بتونه با بافت اطرافش همخوان بشه با عملکردهایی که داره. وقتی میایم توی یه اداری قرار میگیریم یه ساختمون هایتک رو داریم که میتونه خودش رو با تابش خورشیدی که ما توی یزد همیشه سعی میکنیم بیشترین سایه اندازی رو داشته باشیم وفق بده و خودش همزمان تغییر جهت میده. یعنی ما یه نمای داینامیک بسیار بسیار پویا رو داریم برای اینکه بتونیم بحث اقلیم رو کنترل کنیم و من فکر میکنم با تمام این تفاسیر اگر تو شهرهای کوچکی مثل یزد
ساختمان سازی بخواد تو این رکودی که فراگیر هست و احتمالاً حالا هم نتونه ارزم به حضورتون که ازش بیرون بیاد، باید بره به سمت اینکه اینفورمیشن رو جدی بگیره، باید به سمت بیایم شدن پیش بره، باید بتونه گروه‌های ساخت به خودش مرتبط کنه، با خودش همراه کنه و آموزش بده و دیگه نمیتونه با اون متد آزمون و خطایی خودش پیش بره. کما اینکه ما احتمالاً تو شهرهای دیگه هم شاهد این هستیم که ساختمان‌هایی که تا 2 سال پیش راحت فروش می‌رفتن در منطقه خوب شهر الان با مشکل مواجه شدن و فکر می‌کنم راهکار اینه که معمارهایی که دغدغه‌مند هستن بتونن در کنار این ماجرا تکانه‌هایی به جامعه معماریشون وارد کنن، گزینه‌های متفاوتی بدن و جریان ساز بشن. مرسی از شما، لطف کردید. خیلی ممنونم از شما. متشکرم. مرسی از رضا رجبی نازنین از یزد. خب گزارش رو دیدیم از یزد و میخوایم بریم سراغ گزارش شهر بعدی. یکی از شهرهای موجود در ایران که در واقع همیشه هر کسی به اونجا رفته و براش خاطره انگیز بوده، شهر در واقع بوشهر هست با اون مردمان در واقع نازنین و خونگرمش که وقتی شما میرید تو اون شهر انگار در واقع به نوعی شهر خودتونه، اصلا خانواده های خودتونن، اینقدر راحت. و خب یه اتفاق جذاب هم تو این شهر هر ساله میفته، اونم فستیوال موسیقیه که فستیوال موسیقی کوچه هست که امسال خب دیدید دیگه چه اتفاقاتی برای این فستیوال افتاد. آخرش هم که قرار شد برگزار بشه یه اتفاق دیگه افتاد، قسمت نبود خلاصه که امسال فستیوال کوچه رو داشته باشیم، اما دلمون با همه اون آدم‌هایی بود که در فستیوال کوچه زحمت کشیده بودن تا ما بریم چند روز اونجا لذت ببریم. همینجا هم یه یادی بکنیم از عزیزانمون در اتفاق بندرعباس که متاسفانه حالا مشخص هم نشد آخر چی شد، ولی جون خودشون رو به راحتی از دست دادند. آماده هستند دوستان؟ خب میخوایم الان گزارش وضعیت شهر بوشهر رو بشنویم از زبان 2 معمار بوشهری که زوج معمار هم هستند و این اتفاق زوج معمار بودنه هم یه اتفاق جذابه به نظرم که میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. شما وقتی که همسرتون هم معمار باشه دیگه خیلی اون فضا درک شونده تره، اون فضای هنری و فکری که شما درش قرار دارید همسرتون خیلی راحت میتونه باشه ارتباط برقرار کنه. اون زمانی که شما احتمالاً شارط هستید و درگیر پروژه یا مسابقه، وقتی همسرتون هم معمار باشه و با همدیگه کار بکنید به نظرم خیلی میتونه کمک کننده باشه از این جهت که شما درک میکنه و پا به پای شما میاد جلو. دوستان آمادن؟ اگر که آماده هستند درسته؟ خب اجازه میخوام برای گزارش شهر بوشهر با افتخار دعوت بکنم از جناب آقای علی محقق زاده و همچنین سرکار خانم لیلا جمشید نژاد که در میان تشویق شما تشریف بیارن برای ارائه بخش بوشهر. تشویق بفرمایید عزیزان رو. البته باید یکم ادامه بدید که شو بالاخره. مرسی. خب این تشویقتون رو ادامه بدید لطفاً که برسن به ما. ممنونم. خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی خیلی خوش اومدید خدمت شما. بالا پایین اینم لیزر. آها مرسی. متشکرم. قربونتون برم. بفرمایید. ما در خدمتتون هستیم. مرسی. سلام. بندرعباس رو گذاشتن. جان.
یه فولی میگی که خب من سلام میکنم خدمت شما عزیزان. بله، اول که دوتاست. ممنون رضا جان یکیش که ارائه نوشتم درجه جمشید یکی نژاد، کیف موفق کردیم زاده. و همینه. مرسی از امیر عباس عزیز برای معرفی من و علی. اسلایدها آماده بشن من شروع میکنم. عالی، مرسی. خب امیر عباس جان گفتم، ولی من میگم من لیلا هستم، معمار و هم مؤسس استودیو دوان و راستش بخواین ترجیح میدم که معرفی بوشهر رو از تجربه شخصی خودم شروع کنم و این تجربه برمیگرده به اولین بارایی که من توی بافت قدیم شهر بوشهر قدم زدم. یه عکس هوایی دارین میبینید از سال 1921 که بافت قدیم شهر بوشهر رو داره نشون میده و من اولین بارایی که توی بافت قدیم قدم زدم بدون که هیچ مقصد مشخصی داشته باشم یا اینکه حتی نقشه‌ای داشته باشم، یه حس آشنایی با من بود که انگاری که من توی این شهر قرار نیست گم بشم. انگاری که همه کوچه ها، تو هر کوچه‌ای که میرفتم انگاری دلم قرص بود که یه راهی هست، یه بادی داره میاد و همواره حس میشد دریا یه جایی نزدیکه. و خب این تجربه فضایی برای من که مثل خیلی از آدمای ساکن اون شهر که مهاجریم بسیار تجربه پررنگیه و بسیار مهمه. دریافت من از بوشهر یه شهر بدون بنبست بود و خب این دریافت خیلی بیراه هم نبود. خود بوشهر موقعیت قرارگیریش همینجوری که شما دارید میبینید دقیقاً رأس شمالی یه شبه جزیره است و در نتیجه از شمال، شرق و غرب به دریا میرسه و جانمایی شهر و ساختار کالبدی شهر و اصلا جانمایی معابر به نحویه که همواره جریان پیوسته باد وجود داره و شما به ندرت کوچه بنبست تو بوشهر تو بافت تاریخیش پیدا میکنید. و خب این تجربه فضایی، اصلا این روحی که توی بافت قدیم وجود داشت برای من و علی توی استودیو دوان بسیار الهام بخش بود. من اگه بتونم برم بافت معماری بوشهر، اصلا معماری قدیمی بوشهر بسیار ساده و بی تکلفه و شما فقط وقتی اینو میفهمین که توش تجربه زندگی داشته باشین، یعنی در عین حال که بسیار ساده است یه پاسخهای بسیار هوشمندانه به اقلیم خودش داده. با اینکه از شما تو این عکس‌ها میبینین با نمای حالا ساختمان‌های قدیم بوشهر همه سفیدن و همین پرهیز از تزیینات باعث شده که توجه معطوف بشه به یه سری جزئیات و مهمترینشون هم بازشوها هستن که توی معماری بوشهر بازشوها دقیقاً یه سری مرزهای حسی بین بیرون و داخلن. حالا این بازشوها چه به حیاط‌های مرکزی باشن و چه به گذرها، این مرزهای نرم و سیالی رو تشکیل میدن. شما الان تو این عکس‌های پایینم میبینین کوچه ها رو دارین میبینین، معابر بسیار باریک. من بعضی وقتا تناسب و عرض مثلا ساختمان به معابر 1:10 و تو این کوچه های باریک دقیقاً کوران هوا ایجاد میشه و خب تو اقلیمی مثل اقلیم گرم و مرطوب بوشهر علاوه بر کنترل تابش که بسیار موضوع مهمیه، ضرورت ایجاد کوران هوا هم بسیار اهمیت داره. و خب اینا هم عکسایی که از دهه 50 گرفته شده از بافت قدیم بوشهر. حالا یه گذری هم بزنم، بوشهر 4 تا محله اصلی داره که هر کی یه بار اومده بوشهر حتما شنیده که بهش میگن 4 محل که محلاتش هم هست کوتی، دشتی، بهبهانی و دهدشتی. و جالبه بگم که همه هم اونجا اونایی که مؤسس این محلات بودن همه هم مهاجر بودن.
و باز عکس‌ها از اسماعیل جاشویی عزیز، عکسای در واقع معاصرتر قدیم. و خب باز تحلیلایی که ما داشتیم روی کوچه‌ها و ضرورت ایجاد کوران توی در واقع کریدورهای هوایی، ما 2 تا پروژه هم آماده کردیم که حالا یک پروژه رویکرد شهریه و یک پروژه تو مقیاس تک‌بناست که حالا در ادامه صحبت می‌کنیم. و باز حیاط‌های مرکزی که مثل در واقع یک سیستم تهویه عمل می‌کنن و یک سری ساختار تک‌لایه می‌سازن، چون می‌دونیم معماری بوشهر واقعا یه معماری هم درونگراست هم برونگراست، یعنی تعداد بازشوهایی که رو به معابر داره، رو به گذرها داره و اون مکش بادی که توسط حیاط مرکزی ایجاد میشه و رطوبت رو از سمت پنجره‌ها به گذر میده و به اون جریان بادی میرسه که از تو گذرها رد میشه و خب واقعا توی آسایش حرارتی خیلی موثره. و خب اینجا رو من میسپارم به علی. آره به میگی با کدوم با این؟ آره. سلام، من علی هستم، همسر لیلا و مؤسس دوآن، هم مؤسس دوآن. عرض کنم خدمتتون چیزی که دارین میبینید این بوشهره. یکی از معضلات بوشهر توی همین عکس دیده میشه. این بافت شهری بوشهره، این محدوده بهمنی که تازه تأسیس هست نسبت به مرکز شهر و این تکه خاکستری پایگاه‌های نظامیه که تو بوشهر جانمایی شدن. عمده معضلی که تو بوشهر ما داریم از همینجا حادث میشه. این که ما زمینای بسیار کمی تو بوشهر داریم، زمین بسیار گرونه و خب طبیعتاً کارفرماها که دنبال منافع اقتصادی هستن مجبور میشن به اضافه ساخت، خلاف و متاسفانه اتفاق خیلی بدی که وجود داره به پلاکایی که توی بوشهر هست امکان اجرای یه واحد تجاری با مساحت 15 تا 20 متر مربع میدن. همه کارفرما تلاش میکنن رو داشته باشن و این باعث به وجود اومدن یه تعداد خیلی زیادی پلاک‌های مسکونی شده که پایینشون یه تجاریای بی‌کیفیتی حضور دارن. تجاریایی که متاسفانه خوب کار نمیکنن اما فقط صرفه اقتصادی دارن و تقریبا همه میگم کارفرما دنبال اینن که این کارو بکنن. رضا جان عکسایی که نشون داد من و لیلا ترسیدیم به خاطر که من فکر کردم که چه اتفاقی داره میفته که شهر ما و یزد داره شبیه هم میشه. رضا جان اولش گفت که ما هر دو یعنی معمارای یزد و بوشهر احتمالاً گرفتار این مشکل هستیم که یه بافت خیلی قوی داشتیم و الان این بافت جدید میخواد اونو باز تعریف بکنه. ولی من میخوام بگم که یه شکل عجیبی متاسفانه این بیریختی که دارید میبینید اینا انگار داره دقیقاً تکرار میشه توی همه شهرهای ایران و هم بافت جدید همه شهرهای ایران دارن شبیه هم میشن. اینا گذرهای اصلی بوشهره که سنگی و باغزرها باشن، پلاکایی که مدت هاست نزدیک 20 سال تو همین شکل رها شدن و حتی تکه‌هاشون که داره ساخته میشه این انقدر بد فرمن. اونجا به همچنین و مثلا اینجا که ما کنار مدرسه سعادت یه پروژه خیلی بزرگ و بد فرمو داریم. توی یه 2 تا مجموعه رو ما میخوایم دوره بکنیم با هم دیگه. یکی یه بلوک شهری 62 قطعه زمین بود که تو شهر تازه تأسیس عالی شهر بوشهر به ما سپرده شد. توی به محضی که به ما سپردن پروژه رو ما دنبال این رفتیم که ببینیم ما چه شکلی میتونیم تعریف جدیدی از حیات بدیم. اون چیزی که تعریف توده و فضای معموله توی دستور نقشه‌های شهرداری رو تغییر بدیم. یه سری فضاها داشتیم که در هر صورت فضای خاکستری توی همه چیدمانا بود، فضای زردمون که فضای در واقع حیاتی بود و ما اینو شروع کردیم تغییر دادن. مدل‌های مختلف این خطای زردی که می‌بینید جانمایی حیات هاست که ما توی 4 تا پلاک کنار همدیگه سعی کردیم ببینیم چه فرمایی میتونن داشته باشن و به شکل شگفت انگیزی به این رسیدیم که به محضی که ما با حیات ها رو کنار همدیگه و طولی در نظر میگیریم داریم کریدور هوایی میسازیم که توی بوشهر معنی داره. بوشهر رطوبتش یه شکلیه که شما به محض اینکه ذره باد میوزه کیفیت زندگی عوض میشه و ما این کارو کردیم توی این مجموعه. بازیاییه که ما در واقع با احجام انجام دادیم، دنبال پیدا کردن شکل خوب و معماری درست بودیم. میتونم اسلاید بعدی رو
باز به همچنین نه همه اتودایی که تو همین موضوع خورده پیدا کردن فقط اینکه حیات کجا میتونه کاریو که ما میخوایم انجام بده. و این دیگه خدمت شما. خسته نباشید. فرمولت برم. بله واقعا موضوع جدیدی نیست. یعنی شما وقتی که میتونین یه پروژه رو موفق پیش ببرین که باز برگردین به اقلیم و بستر و هیچ پروژه موفق نبوده مگر اینکه به این دوتا عامل توجه کرده باشه و به طرز عجیبی تو پروژه‌های ما چه شهری و چه حالا پروژه‌های تک واحدی این موضوع هنوز داره جواب میده. خب نمونه‌هاشو تو معماری بوشهر هم داشتیم. الان فرمش میتونه عوض بشه. اما شناشیر داشتیم، ما تارمه داشتیم و خب ضرورت ایجاد سایه ایجاب میکنه که شما همچنان این عناصر رو چه به صورت الحاقی چه به صورت فضای منفی، یعنی چه عقب نشوندن بازشوها، هر کدوم از اینا که منجر به سایه اندازی میشه شما اینا رو تو پروژه تامین کنید. و کوران همینجور که علی گفت عالی شهر حدوداً 20 کیلومتر از بوشهر فاصله داره. طبیعتاً اون موقعیت شبه جزیره‌ای خود بندر بوشهر رو نداره.